بین سالهای 1992 تا 1995 زمانی که سارایوو در محاصره بود، این تونل 800 متری تنها راه ارتباطی شهر با دنیای خارج محسوب می شده. از همین مسیر غذا و دارو و تجهیزات سوخت و حتی هزاران نفر برای نجات جان خودشون عبور می‌کردن. این تونل در واقع در زیر فرودگاه سارایوو ساخته شده و نقش بسیار حیاتی در زنده موندن شهر ایفا کرده. مدت 4 سال که شهر سارایوو در محاصره بوده که در واقع میشه گفت طولانی ترین مدتی است که پایتخت یک کشور در قرن معاصر در محاصره بوده و این تونل 800 متری در واقع در زیر فرودگاه سارایوو ساخته شده که در اینجا میتونید فرودگاه شهر سارایوو رو ببینید. هواپیمایی که اونجا هستن